اسم عبدالرحمن است. نظری تخلص میکنم. در سال 1381 12 اقرب در ولسوالی 4 ولایت تخار متولد شدیم. بنابر بعضی مشکلاتی که در جریان زندگی با خودمان و فامیلمان رخ داد، ما مجبور شدیم که روانه شهر مزار شریف شویم و در شهر مزار شریف برای نخستین بار زمانی که ما وارد شدیم، یعنی فرصت‌های جدیدی برای ما رو داد که یکی از این فرصت‌ها ثبت نام ما در لیسه عالی استقلال بود که با یک فضای جدید، با متعلمین جدید، با استادهای جدید و با شخصیت‌های جدید روبرو شدیم. یگانه دلیلی که ما رشد ما ضعیفتر بوده زبان انگلیسی بوده، بنابراین ما کوشش کردیم که زبان انگلیسی را بیاموزیم. بعد از این مدتی که ما انگلیسی خواندیم و مصروف تعلیم بودیم، ما متوجه شدم که پدرم همچنان کار میکرد، برای ما یک انجینیر است. بنابراین بعضی مشکلاتی که رخ داده بود وظیفه نداشت. ما تصمیم گرفتم که خودم کوشش کنم تا منم صاحب یک درآمدی باشم. ما امتحان دادم در امتحان اسیستنتشیپ و مرا من حیث استاد پذیرفتن. بعد از 4 سال تدریس تصمیم گرفتم که یک کتابی را ما بسازم که تمامی از شاگردای ما که میخوان رایتینگ به صورت درست یاد بگیرن، کلکشنی از معلومات ساختیم که به نام سایل اکادمیک رایتینگ و تمام محصلین، تقریبا محصلینی که پیش ما درس میخوان، متعلمینی که از پیش ما درس میخوان، بنابراین از این کتاب بهره بسیار زیادی گرفتن. بسیار جوان اجتماعی است، بسیار دوستای خوب زود بسیار دوست پیدا میکنن و همچنین در سایر زبان ها بسیار تسلط کامل دارن و خودش برای ما یک انگیزه میده. وقتی که ما دکتر صاحب عبدالرحمن میبینیم شامل در جریان درس هستن، خودش برای ما یک انگیزه است که ما باید خود شور بدیم و بیدار شویم و با پای دکتر صاحب عبدالرحمن پیش بریم. بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم، با خود بسنده ندیدم که زبان انگلیسی یک بنبست باشه برای من. بنابراین آغاز کردم با آموختن زبان آلمانی. زبان آلمانی را خواندم تا سطح B1 و همون زمانی که من تا سطح B1 خواندم در شهر مزار شریف خلت استاد زبان آلمانی بود. بنابراین بعضی از کورس‌ها دوستا و خواهش کردن که تو دوباره از سطح A1 شروع کن با تدریس برای ما. همراه پدر بسیار ما دوستی بسیار نزدیک هستیم. برای ما گفت که زیاد میرین تدریس میکنین، شاید وقتی تدریست نباشه، برای یک چیزی بیشتر بیاموز. زمانی که من طفل بودم یک هدفی بسیار شیرینی در دل داشتم که باید یک جراح موفق باشم. زمانی که وارد مکتب شدم، یک استادی داشتیم که بسیار لطف و خوی مهربان داشت. بنابراین آهسته آهسته قسمی که متعلمین به طرف خود جذب میکرد، بنابراین یکی از اون متعلمی که به طرف جذب شد ما بودم. در صنف 8 مکتب ما به این آرزوی ما برآورده شد و برای نخستین بار ما در یک جمع قرار گرفتم که چندین شاگرد داشتم و من با اونا تدریس میکردم و از همون لطف و نیت و از همون مهربانی که استادمان در مقابل ما استفاده میکرد این قسم استفاده کردم. چون سنم خرد بود ولی هدفم که برآورده شده بود بسیار خوشحال بودم. اما بعد از اینکه هدفم میخواستم یک استاد باشم برآورده شد و هدفی قبلیم که میخواستم یک جراح شوم مانده بود. بنابراین آهسته آهسته که به طرف تحصیلات آمدیم، ما شروع کردیم با آموختن. یعنی تا امروز که ما میخوانیم یک هدف مشخص مدارم که میخوایم یک جراح موفق شوم و انشالله اگر زندگی باشه انشالله موفق میشیم، خاطر که کوششی بی نهایت که تا جایی که توانم باشه کوشش میکنم تا به این هدف برسم. ډاکټر صاحب عبدالرحمن چې موږ سره په یو ځای کېدی او دې نه موږ په کتو سره خاصه انرژي اخلو د دې مطالعې ته د دې هغه کوم استعداد چې خدای پاک ورکړی ده او انشاءالله تعالی د جامعې لپاره به یو خاص خدمت واوسیږي او د دې وطن لپاره به یو خاص کس واوسیږي چې د دې ملت لپاره یو خاص د زخم لپاره تداوی واوسیږي.
به خاطر رسیدن بر یک هدف یگانه چیزی که مهم است کوشش است، دقت و صبر است. زمانی که یک محصل کوشش نداشته باشه، دقت بسیار بالا نداشته باشه و صبر نداشته باشه، نمیتونه به یک موفقیت کامل برسه. جوانا باید کوشش کنه فرصت‌هایی برای خود بسازن تا در آینده انشاءالله ما بتونیم یک کشوری مترقی، یک کشوری قدرتمند، یک کشوری با ثبات داشته باشیم و دوش به دوش چی دکتر، امرو با انجینیر، امرو با مدیر، امرو با یک سارمول و یا قاضی، دوش به دوش هم بتونه یک کشوری مترقی داشته باشیم که به او خدمت کنیم و باعث پیشرفتی از او شویم.